اردوگاه تازه ایجاد شده مهاجران در 2 کیلومتری گذرگاه تورخم. این کمپ مهاجران در یک هفته اخیر جور شده است. شرایط زندگی اینجا برای این آوارگان آسان نیست. هر چیز ما را از اینجا بیرون کنند. 6-7 شبانه روز شد. مصرف ما را پوره کرده نمیتوانیم. در همه چیز مشکل است. مانند تشناب ها. حالت اینجا را شما ببینید. به وطن ما برگشتیم تا کمی دم راست کنیم. اما اینجا هنوز خسته شدیم. زندگی برای زنان و کودکان دشوارتر است. نعمت 17 ساله با خانواده‌اش در پنجاب پاکستان زندگی می‌کردند. میگوید که پلیس پاکستان آنان را اخراج کرده است. پلیس ها آمدند کاکایم را برداشتند و ما ترسیدیم که ما را هم میبرند. سپس ما هم حرکت کردیم. 6 شبانه روز شده است که اینجا هستیم. یک شب را در فضای باز سپری کردیم. با گفته مسئولان، آوارگانی که از گذرگاه تورخم میگذرند نخست در اینجا ثبت و سپس به ولایت‌های خودشان منتقل میشوند. اما اینجا اقامتگاه دراز مدت برای کسانی خواهد بود که خانه و جایی برای زندگی در کشور ندارند. با وجود شکایت‌های باشندگان کمپ، مسئولان طالبان میگویند که امکانات اولیه به این پناهجویان برگشته فراهم است. ترتیب نان و همه چیز برابر است. الحمدلله از طرف وزارت دفاع و نهادهایی که اینجا آمدند. دکتر، امبولانس و همه چیز است. مهاجرین که از ولایت‌های دوردست هستند، وزارت دفاع تا ولایت‌هایشان انتقال می‌دهد. مردم عام هم نیز زیاد کمک می‌کنند و بنیادهای خیریه نیز کمک می‌کنند. مقام‌های طالبان می‌گویند که بیش از 200,000 تن تاکنون از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر بنیاد تصمیم حکومت موقت پاکستان قرار است 1,400,000 تن از مهاجرانی که به گفته اسلام آباد غیر قانونی هستند از میان حدود 4.5 میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شوند. روندی که اینجا در افغانستان نگرانی‌های جدی را درباره بدتر شدن اوضاع بشری برانگیخته است.